مغز شما مثل یک عضله است. هرچی بیشتر اون رو تمرین بدید، قوی تر میشه. من قصد دارم 4 تمرین فوق‌العاده ساده رو به شما نشون بدم که تمرکز، حافظه و سرعت تفکر شما رو تنها در عرض چند دقیقه در روز افزایش میده. این تمرین‌ها نه تنها خسته کننده نیستن، بلکه چالش‌های سرگرم کننده‌ای هستن که دوست دارید امتحان کنید. آماده اید؟ پس بزن بریم. تمرین شماره 1: جدول شلته. به این جدول اعداد 1 تا 25 نگاه کنید که به طور تصادفی قرار گرفتن. مأموریت شما اینه که هر شماره رو به ترتیب و در سریع‌ترین زمان پیدا کنید. با 1 شروع کنید، سپس 2 و 3 تا 25. چالش اینه که سعی کنید این کار رو زیر 30 ثانیه انجام بدید. ناراحت نباشید اگر در ابتدا نتونستید زیر 30 ثانیه اعداد رو پیدا کنید. بیشتر افراد بیش از 1 دقیقه طول میکشه تا این کار رو انجام بدن. فقط با 5 دقیقه تمرین روزانه به طور چشمگیری تمرکز، توانایی مرور و سرعت پردازش شما رو بهبود میبخشه. تمرین دوم: چالش چشم بسته. سعی کنید کارهای ساده رو با چشمان بسته انجام دهید. اسمتان رو روی کاغذ بنویسید. یه دایره بکشید یا اسمتان رو روی گوشی تایپ کنید. همه این کارها رو بدون نگاه کردن انجام بدید. همین الان این ویدیو رو متوقف کرده و امتحانش کنید. خیلی سخته نه؟ احتمالاً اولین تلاش شما نامرتب به نظر رسیده، ولی این طبیعیه. این عمل باعث میشه مغز برای ساختن مسیرهای جدید به تکاپو بیفته. این کار آگاهی، حافظه و یادآوری ذهنی شما را تقویت میکنه. این کار رو فقط 2 دقیقه در روز انجام بدید و متوجه خواهید شد که حافظه شما برای همه چیز آماده تر میشه. به خاطر سپردن محل قرار دادن اشیا، به خاطر آوردن اطلاعات برای امتحانات و حتی هماهنگی بهتر چشم و دست، مثل اینه که به مغزتان ورزش میدید. تمرین شماره 3: قدرت دست غیرغالب. برای کارهای روزمره از دست مخالف خود استفاده کنید. اگر راست دست هستید، از دست چپ خود برای مسواک زدن، نوشتن یادداشت‌ها یا حتی کار با گوشی استفاده کنید. چپ دست ها برعکس عمل کنید. در ابتدا ناامید کننده است، مثل اینکه دوباره راه رفتن را یاد گرفته باشید. استفاده از دست غیر غالب ارتباطات جدیدی بین نیمکره های چپ و راست مغز ایجاد میکنه. داره تو ذهنت بزرگراه میسازه. همین حالا امتحان کنید و برای لاک کردن این ویدیو از دست مخالفتون استفاده کنید. جدی میگم انجامش بده. احساس کنید که چقدر تمرکز لازمه. تنها پس از 1 هفته تمرین روزانه متوجه هماهنگی بهتر، تفکر سریعتر و مهارت‌های حل مسئله بهبود یافته خواهید شد. مغز شما انعطاف‌پذیرتر و قدرتمندتر می‌شود. تمرین 4: چالش رنگ کلمات. این چالش به بهترین شکل ذهنت رو درگیر میکنه. کلمات رنگی رو خواهید دید که هر کلمه با رنگ متفاوتی نوشته شده. کار شما اینه که رنگی رو که میبینید بگید، نه کلمه ای رو که میخونید. برای مثال، اگه کلمه قرمز با رنگ آبی نوشته شده، شما باید بگید آبی. به نظر ساده میاد. همین الان یه تست با هم حل میکنیم. آماده ای؟ مغز شما میخواد کلمه رو به صورت خودکار بخونه، اما شما باید بر این عادت مغز غلبه کنید و روی رنگ تمرکز کنید. این اثر استروپ نامیده میشه و مرکز کنترل مغز شما رو آموزش میده. این کار توانایی شما رو در تمرکز روی دستورات، نادیده گرفتن عوامل حواس پرتی و جابجایی سریع بین وظایف رو بهبود میبخشه. این کار رو روزانه 3 دقیقه تمرین کنید تا تمرکز فوق‌العاده‌ای پیدا کنید که به شما در مطالعه، بازی یا هر کاری که نیاز به تمرکز داره کمک کنه. این هم از 4 تمرین مغزی که قدرت ذهنی شما رو متحول میکنه.